ساحل افتاده گفت که چه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موجز خود رفته تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. با این که خودم انتظار داشتم بعد از این حادثه‌ای که دیروز روی داده و سفر آقای احمدی نژاد به یکی از جزایر ایرانی باعث واکنش این ملخک شده است، این دبی امارات، باید راجع به این صحبت می‌کردیم و واقعاً حیرت می‌کردیم از واکنشی که جمهوری اسلامی نسبت به یک فضولی بزرگی که یک کشور 40 ساله نسبت به دیپلماسی ایران نسبت به مسائل داخلی ایران نشون داده. اما چون این برنامه از قبل آماده شده بود و تنظیم شده بود، متاسفانه در این زمینه امروز نمیتونم صحبت بکنم و امیدوارم فردا با توجه به اینکه ده‌ها ایمیل از دوستان ما در داخل ایران رسیده و خواستار پرداختن به اون موضوع شده بود. اما براتون گفتم بعد از یکی دو سه چند برنامه‌ای که از روز یک شنبه هفته اخیر در رابطه با کنفرانسی که در واشنگتن برگزار شد مطالبی مطرح شد، دوست عزیز ما که در گذشته هم شما شاهد تحلیل‌هاشون در بخش خبر بودید، آقای آرام حسامی، آقای دکتر آرام حسامی با من تماس گرفتن و گفتن که من آماده هستم که بیام در داخل استودیو بنشینم و به سوالات همه مردم یا شما پاسخ بدم. من حضورشون رو خیلی مقدم میگم و از این واکنش بسیار بسیار متمدنانه و دموکراتشون قدردانی میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام. اولین دفعه است اینجا امیدوارم که آخرین دفعه نباشه. دومی که میخوام یه کامپلین کنم، شما هواتون رو با هوای ما عوض کردیم. بله شما اومدید اون هوا را بود. بله بارون و سرما، ما اونجا مثل 70 درجه است. خلاصه یک به هیچ به نفع واشنگتن. شما با خودتون این هوا را بود. بینندگان عزیز من توضیح بدم. میدونید که در هفته گذشته شنبه و یک شنبه هفته گذشته کنفرانسی در واشنگتن برگزار شد با حضور اصلاح طلبان و با حضور براندازان و این کنفرانس باعث مباحث بسیاری شد. در طول چند برنامه گذشته هم شما شاهد اون بودید. من ابتدا از آقای دکتر حسامی خواهش میکنم هر مقدار خودشون علاقه دارن راجع به این کنفرانس هر توضیحی دارن بدن، بعد بنده شما و سایرینی که ممکن است که روی خط ما بیان به سوالات خودشون بپردازن. آقای دکتر بفرمایید. من قبل از شروع یه هدیه واسه آوردم از واشنگتن که امیدوارم دوست داشته باشید. بنابراین من میخوام که اینو داشت کنم بدم که ببینیم ما کجا وایسادیم. ببین این پرچم ایرانی که میگم دست کن شده و اونم درفش کاویانی. اینم درفش کاویانی رو آوردم واسه که ببینی که ما کجا واقعا من کجا وایسادم و چون به همه یه پرچم میگی من دو تا من اول اجازه بدید به بینندگان یه توضیح عرض بکنم. البته احتیاج نداره چون بینندگان بنده رو میشناسن و میدونن که چیه. من به صداقت و به ایمانی که آقای حسامی به کارش داره یک ذره تردید ندارم. این رو فقط خواستم در یک جمله کوتاه به شما عرض بکنم. آنچه که در این برنامه میشنوید مبتنی بر همین به اصطلاح توجهی است که من به این نکته هم دارم، ولی این باعث نمیشه که بنده اون سوالاتی که در ذهنم هست یا شما سوالاتی که در ذهنتون هست از آقای حسامی نپرسید. آقای حسامی بفرمایید، تریبون در اختیار شما. مرسی. من چون کلاهای متفاوتی به قول آمریکایی‌ها میپوشم، میخواستم همین که به دوستانم گفتم، من به عنوان یکی از برگزار کنندگان یا کمیته برگزاری نشست مهداد مشایخی خدمتتون هستم. اگر مباحث سیاسی یا موضوع شبکه ما رو میخواین بدونین یا گروهایی که من باشون کار میکنم رو انشالله یه زمانی دیگه من در خدمتم. من اگه میخوام بریم سر صحبت اگه میخوام توضیحات اگه علاقه‌مندید هر توضیحاتی رو کنفرانس بدید میتونید به ولی توضیحاتی که تمام تلویزیون‌ها اولای دیسک که دادن ولی نه. ببینید بعد به هر حال من یه چیزی بگم. ببین نطفه این کار یک سال پیش، منظورم کنفرانس واشنگتن هست، کنفرانس مهداد مشایخی به یادبود مهداد مشایخی، نطفه این کار یک سال پیش با یک کمیته 3 نفره دقیقاً تشکیل شد. باید 4 نفره چون مهداد مشایخی دوست خیلی خوب من یا شاید روان بایستی بگم جزء این کمیته بودن و ما قرارمون این بود که با وجودی که باورهای متفاوتی داریم، با وجودی که از منظرهای متفاوت به مسائل سیاسی درون و خارج از ایران نگاه میکنیم،
بیاییم یک انسجامی به گفتگوها و در حقیقت همهایی که بیرون هست بدیم در مورد مسئله گذار به دموکراسی. این کمیته در ظرف این یک سال مدت‌ها این کنفرانس رو عقب انداخت تا موقعیتی به وجود بیاد که بتونیم تمام افراد رو در واشنگتن داشته باشیم و افرادی که ما دلمون می‌خواست بیان و حرفایی هستن داشتن بزنن. این پروژه خودش در حقیقت یک هدف داشت و هدفش این بود که به این همهمه‌ها پایان بده، یک گفتگو، یک گفتمان جدید رو شروع کنه و اون گفتمان جدید در حال قرار بود پروسه محور باشه، یعنی روند رو و پروژه‌ای به این مسئله نگاه کنه. در علوم سیاسی می‌دونیم که مباحث زیادی است برای رسیدن به یک حکومت دموکراتیک از طریق طرق‌های متفاوت، راه‌های متفاوت. صحبت این است که پروژه گروه‌های خارج از کشور در حال حاضر برای رسیدن به این دموکراسی چیست؟ سوال مطرحه و یک سوالایی در این مطرح میشه، یعنی مکانیزم رسیدن به این خواستار چیست؟ ما فکر کردیم به جای صحبت‌ها و اینکه همش ما به نظرهای همدیگه گیر میدیم، بیان بگیم چه پروژه رو مشخصاً افراد میان روی میز میذارن که ما بتونیم اینا بررسی کنیم ببینیم کدوم از این پروژه درسته. من امیدوارم یکی به من بگه پروژه شما غلطه، اشتباهه است و من وقتمو تلف نکنم. خب این خیلی مهمه واسه من. بجون اگر من وقتمو تلف میکنم، هدف چیز دیگه است. هدف این که ایرانی آزاد داشته باشیم. از این نظر هدف این بود. گروهی هم که تو که درکارمانی گذاشتیم در حقیقت ترکیبی رو که می‌بینیم این بود که بتونیم ببینیم افرادی که با باورهای متفاوت هستن یک پروژه مشخص، همون پروژه در حقیقت کنفرانس گذار به دموکراسی و به یادبود مهداد مشایخی میتونیم اینو انجام بدیم و یک ایده رو که صاحب نظرن بیان صحبت کنن. این هدف ما بود. خب افراد چگونه انتخاب شدن؟ آیا دعوت شدن یا شما فراخوانی صادر کردید و به فراخوان شما جواب دادن؟ بله، ما دو جور این کار کردیم. بحث زیاد بود که چگونه این کار انجام بدیم. آسیب شناسی مسئله این میخوام نداریم؟ اوکی. بله. آسیب شناسی کار ما این بود که با اون که دیده بودیم در خارج از کشور این است که بهتر از این مسئله رو شبکه‌ای یا حزبی یا گروهی نکنیم، چون بعد افراد باعث برن از گروه‌هاشون اجازه بگیرن بیان این طرح رو به عنوان طرح گروه یا طرح شبکه. ولی شما خودتون از شبکه‌تون مجبور بودید اجازه بگیرید؟ نه، ما این اجازه رو داریم که هر کی خواست از طرف خودش بیاد. آقای نورعلی گفته که شما اومدید اجازه گرفتید. بله، من متوجه صحبت نشدم. من گفتم ما یک معضلی داشتیم برای اینکه چگونه مردم رو دعوت کنیم. آیا احزاب و شبکه‌های سیاسی رو دعوت کنیم یا از جامعه مدنی یا فقط از یک شخصیت‌های سیاسی؟ بحث‌های مفصلی شد، تئوری‌های متفاوتی اومد روی میز، ولی اون که در حقیقت به اجماع رسید این بود که ما علاوه بر فراخوان خصوصی یک شخصیت‌هایی رو مد نظر داشتیم، یک فراخوان عمومی بدیم و نه تنها از شبکه‌های سیاسی فقط دعوت نکنیم، بلکه آقای مهران براتی اصرار کردن روی مسئله که این بایستی و درست هم گفتن بایستی این رو در حقیقت به جامعه مدنی، یعنی کسی که در فعالیت‌های مدنی هم میکنن و به همه ابلاغ کنیم. هر کسی طرحی پروژه داره بفرسته راجع به گذار به دموکراسی. بله، این فراخوان شما هیچ وقت به جنبش ما هستیم و تلویزیون کانال 1 نرسید؟ بله، ما یک فراخوان عمومی داریم و اینو ریلیز کردیم. کجا داریم؟ همه جا. من بلافاصله باستابشو بهتون میگم. بلافاصله که این فراخوان آمد، روز بعدش کیهان تهران و صدای آمریکا شروع کردن به ما کیهان زنگ زد. صدای آمریکا زنگ زد آقا میشه توضیح بدین چیه؟ این در اینترنت ریلیز شد. قبلا هیچ کس از صدای آمریکا در جریان کاری که شما می‌خواستین بکنین نبود؟ نه خیر. آقای بیژن کیان؟ نه. اصلا هیچ کدوم از شخصی نه. ما فقط یکی از دوستان ما که جزء کمیته برگزار کننده این کوروش سطحی، ایشون هم به خاطر که این مصادف شد با فوت پدرشون یکم کناره‌گیری کردن، ولی در جریان کارهای ما بودن و حتی برای شما مسئله نبود کارمند رسمی ایالات متحده آمریکا در کنفرانس گذار از دموکراسی برای ایران شرکت داشته باشه؟ مسئله بیشتر ما دلمون می‌خواست از جوانان و کسایی که جنبش دانشجویی شرکت کردن و هزینه‌ای دادن باشه، هر موقعیت هم داشته باشه. هر موقع ما اجازه گرفتیم. در حقیقت ما از ایشون یه مسئولیت کاری داشت، ما بیشتر نگران کار ایشون بودیم. ایشون ما بهش گفتیم اگر امکان هست شما میتونید در این کنفرانس شرکت کنید،
چون کنفرانس پروژه‌ای بود و این پروژه قرار بود در یک اکادمیک ستینگ انجام بشه، یعنی در یک دانشگاه ما این انجام بدیم، ایشون اجازه گرفته بودن که بتونن به عنوان میزبان در این کنفرانس اسمشون باشه و فعالیت کنن. بعد شما این ملاک انتخاب اشخاصتون، چون فرمودید یه فراخوان صادر کرد برای که همه بیان، یه تعدادی رو خودتون انتخاب کردید که دعوت بکنید. ملاکتون انتخاب چی بود؟ نه ملاکشون ببینید این یه مسئله بسیار مهمی که مطرح می‌کنیم و این جزء این آسیب شناسی کار ماست. در درجه اول ما می‌خواستیم از کسایی که یا صاحب نظر هستن یا پروژه مشخصی رو خودشون، شبکه‌شون، گروهایی که باشون کار می‌کنن روی میز دارن. از این نظر این منهج اول بود. اما همونجور که می‌دونید بدونید که من مطمئنم این مسئله رو شما داشتین. شما یه نامزدی کوچیک می‌خوان بدین، یه مهمونی کوچیک که یک عروسی می‌خوان بگیرین، خیلی مهمه که آقا کی با کی خواهد آمد، سر میز کی چه کسی خواهد نشست. متأسفانه فقط سیاسی ما هنوز این ملاحظات رو برای ما یه معضل کرده. از این نظر ما مجبور بودیم که یک درجه تمایزی بدهیم بین کسانی که نخواهند آمد یا ممکنه نیان، کسایی که اگر اسم ایشون بیاد ایشون نمیاد. برای به هر حال این بحثا رو تو خودمون کردیم. پس مسئله این مناسبات فردی از جهت بود بر موقعیت آدم‌ها. من تمام نکردم صحبتامو. ببین صحبت این بود که این بحثا بین ما شد که چگونه رفتار کنیم. در درجه اول ما گفتیم اشخاص، یعنی حتی مثلا اگر آقای اسماعیل نوری‌علا دعوت میشن یا آقای حسن شریعت مداری دعوت میشن یا مثلا بگم مثلا آقای معتبی دعوت میشن، ایشون شخصا دعوت بشن. بله، نه از طرف شبکه یا به عنوان کارایی که غیر از شخصی میکنن. تصمیم با اونهاست که آیا شبکه‌ای پروژه بفرستن یا فردی. یعنی هر کسی میتونه یه پروژه بفرسته. آقای نوری‌علا مقاله نوشتن مثل که دیروز یا پریروز این مقاله منتشر شده، کسی بوده است که در این کنفرانس شرکت کرده. من بخشی از این مقاله رو برای شما میخونم. من به عنوان هماهنگ کننده شبکه سکولارهای سبز از وجود این کنفرانس به وسیله آقای دکتر آرام حسامی عضو شورای هماهنگی این شبکه باخبر شدم. ایشان بر اساس قوانین شبکه به عضو از شورای هماهنگی شبکه اجازه می‌گرفتند تا بتوانند در کمیته برگزار کننده این کنفرانس شرکت کنند و به همین دلیل موضوع را به شورا آورده بودند. آنچه آقای دکتر حسامی با شورای هماهنگی در میان نهاد آن بود که ایشان به اتفاق آقای دکتر امیرحسین گنجبخش از سازمان جمهوری خواهان ایران که چندی پیشتر از جمع 23 نفری که از اتحاد جمهوری خواهان ایران جدا شده بودند به وجود آمده و اعلام موجودیت کرده بود و نیز آقای محمد طهوری که در سالهای تحوری که در سالهای گذشته سردبیری برخی از نشریات اصلاح طلب داخل کشور را بر عهده داشته و پس از شکست مجلس ششم به اتفاق همسرشان خانم فاطمه حقیقت‌جو به امریکا آمدند و همگی به علت اقامتشان در شرق آمریکا با هم انس و نزدیکی بیشتری دارند. بران شدند تا زمینه‌ای را فراهم کنند که هر کس دیگری هم که راه حلی برای گذار ایران به دموکراسی دارد در محفل متشکل از علاقه‌مندان و صاحب نظران حضور یافته و طرح خود را به آگاهی دیگران برساند تا معلوم شود که اساساً چه طرح‌هایی برای چنین منظوری وجود دارند. تا اینجا مطلب هیچ بحثی نداریم. تا اینجا مطلب نشون میده آقای نوری‌علا میدونسته که آقایون اصلاح طلب در این برنامه شرکت میکنن، چون داره اشاره میکنه که آقای تحوری سردبیر نشریات فلان بودن، خانم حقیقت‌جان بودن، پس ایشون میدونسته که اینها میان. اما ایرادی که الان پیش میاد اعتراض به حرف شما، ایشون می‌نویسد که پس از تصویب این فکر به پیشنهاد من آقای دکتر فرخ زندی، آقای نوری‌علا اینجا یه عضو دعوت شده بودن، در کمیته برگزاری نبودن، اما میگویند به پیشنهاد من آقای دکتر فرخ زندی سخنگوی شبکه ما هم به عضویت کمیته برگزار کننده کنفرانس درآمد. آیا این حق برای بقیه هم بود؟ میشه من بفهمم؟ بله، ببینیم این کمیته 3 نفر اصلی که شروع کردیم ما قرار بود یک محلی، یک جای رو درست کنیم که در حقیقت یک جای بی‌طرف باشه، یعنی که کسی احساس مالکیت نکنه. همونجوری که می‌دونید این مسئله است. خب برای فقط به من بفهمم این دیگران هم که دعوت شده بودن حق داشتن کسان دیگری رو هم مشارکت نکردن. از اون نطفه 3 نفره به این گروه 7-8-9 نفره که الان اسمشون هست رسیدیم. یعنی خانم حقیقت‌جو، یعنی کمیته برگزاری شد، یعنی بله شد خانم حقیقت‌جو، خانم نیره توحیدی، آقای مهران براتی، بله عرضم به حضورتون که و کوروش صحتی و ما که اضافه
شدید. یعنی آقا من خود آقای مولوی چی؟ نه خیر ایشون پس ایشون عضو کمیته برگزاری نبود، اما عضو پیشنهاد کرد فرخ زندی رو بگیرید. نه ببین ایشون دو تا بله ایشون دو تا کلاه در حقیقت اینجا یک کلاهی که به سر این لباسی که پوشیدن به عنوان یک دعوت شده خودم دعوت کردن. یکی دیگه هم هست که وقتی که ما قرار شد این کار رو انجام بدیم برای که یک توازن باشه از آقای اول قرار بود آقای گنجبخش باشه و آقای مهرداد مشایخی شادران مهرداد مشایخی، چون دو نفر از اون گروه بودن پیشنهاد ایشون کردن به من که به خاطر که از کدوم گروه شما قرار گروه نداشتن. نه ببینید من گفتم کسایی که دعوت کردیم اشخاص هستن که با گروه‌های متفاوت و موضوعات متفاوت کار می‌کنن. ولی کمیته برگزاری از گروه‌ها بود. کمیته برگزاری اینا به چیزای شخصیشون اومدن. ایشون دارن میگن من پیشنهاد کردم. نه خیر. ایشون میگن من پیشنهاد کردم آقای فرخ زندی به این گروه تدارکات اضافه بشن. این درسته. ولی حق برای دیگران هم بود؟ بله همونجوری که خانم فاطمه حقیقت‌جو اضافه شدن، خانم نیره توحیدی اضافه شدن، پروفسور اضافه شدن یعنی اونا هم کسانی معرفی. بله. اصلا گروه خود سه نفری. اما این جمله رو فکر می‌کنم که با مشورت این کار انجام شده. حالا من فکر می‌کنم راجع به این جمله یه خود باید یه چیز دیگه میشه بگم. شما این مقاله رو از جمع‌گردی‌های بله نمیدونم حالا جمع‌گردی بله جمع‌گردی دوست خوب من پیام نگالاس اسماعیل نگالاس بله و رئیس هماهنگی شبکه سکولار سر بله اگه اجازه من به عنوان شرکت عضو عضو شرکت نمی‌کنم. بله ببینید شما اگه سوالی راجع به عزیزم ایشون میگوید که شاید من صحبتم تمام کنم من که به شما اول گفتم هر چی می‌خواد صحبت نه من دارم راجع به این مطلب بفرمایید. شما اگر صحبتی راجع به مقاله آقای نوری الله دارین با ایشون مطرح نه قربون با من اجازه بده قربون شما ببینید شما عضو کمیته برگزاری کنفرانسی بعد یه آدمی تو این کنفرانس شرکت داشته و مطالبی راجع به این کنفرانس مطرح کرد شما باید بگید درست یا غلط من میگم بفرمایید من راجع به کانتنتش من راجع به همین فقط شبکه مواجهه ایشون میگوید که من وقتی آقای حسام آرام اسلامی اومد پیش من این مطلب رو مطرح کرد من فرخ زندی رو پیشنهاد کردم. اوکی شما میگید این حق برای همه بوده بسیار خوب اما تو چی تا شبکه ما دخالت و نظارت بیشتری در کار و تصمیمات کمیته برگزار کننده داشته باشد چون چیزیه شما هم دارید به شبکه با اضافه کردن آدماش نظارت و دخالت بیشتری در روند کمیته داشته باشه این ایشون داره میگه نه به ایشون بگید بله ببینید من دارم موضوع و اینی که مطرح شده رو میگم ایشون همونجوری که گفتم رئیس سمت ایشون هست هماهنگ کننده شبکه بنابراین وقتی یک طرح میاد طرح ما این بود که بتونیم یک عده رو با هویت‌های سیاسی متفاوت دور هم بشونیم این طرح من به عنوان موقع فکر کنم رئیس اتاق فکر شبکه بودم این طرح رو بردم و ما صحبت کردیم این طرح مشخصاً مورد تایید قرار گرفت و بعد ما بایستی از شورای خودمون اجازه بگیریم وارد این موضوع بشیم دکتر نیالا درست میگن ایشون پیشنهاد کردن که توازن برقرار بشه اگر آقای این چی توازن هایی که میزبان شما از گروه دعوت نکردید شما از آدمی دعوت کردید گروه دعوت نکردیم ولی افرادی چه توازنی پس من گروه برگزار نه افرادی که دعوت کردن شخصی دعوت کردن میزبان عزیزم ایشون میگه تو شبکه ما دخالت پیدا بکنه بله شبکه ایشون خب من که دارم ببین این همین مسئله که من مطرح کردم اینه گفتم چون اگر میخواستیم این رو به عنوان شبکه یا گروه های متفاوت مطرح کنیم این مسئله رو بیاریم جلو بعد دعوایی میشد که ما احساس مالکیت و چه چیزی هست من چون آقای حسامی شما نظرتون راجع به این یک جمله رو من بفهمید من فرخ زندی رو معرفی کردم تا شبکه ما دخالت و نظارت بیشتری در کار و تصمیمات کمیته برگزار کننده داشته باشد این درسته؟ بله تصمیمشون این بود ولی بعد این طرفش هم من بگم از نظر شما چی بود؟ از نظر من بود که غلطه؟ نه خیر غلط نیست ولی اینو من بهتون بگم آقای دکتر زندی سخنگوی شبکه ما بودن به علت گرفتاری کاری همیشه هم همینجوره تو هر کنفرانسی یا هر کمیته‌ای بار کار روی دوش 3 نفر است 3 نفری که در حقیقت بار این کار تو کنفرانس هم ما اینو مطرح کردیم بار کارو کشیدن
من بودم، دکتر امیرحسین گنجبخش و آقای محمد تحولی. ما با بقیه کانسالت کردیم، صحبت کردیم، از جمله آقای زندی، ولی باز به سبب گرفتاری کاری ایشون اومدن. من راجع به عمل کرده شما صحبت من دارم راجع به نظر یه شرکت کننده صحبت میکنم که شما دعوت کردید. بله. ایشون تشریف آوردن، بعد فکر کردن یه آدم دیگر هم اضافه بکنن که در نهایت شبکهشون دخالت و کنترل بیشتری رو روند کمیته داشته باشه. بله. شما با این جمله مسئله دارید یا ندارید؟ من به مسئله ندارم. یعنی میتونستن شبکه این کارو بکنن؟ ببینید اصلا میگم شما یا حزب یا سازمان من عرض کردم خدمتتون از گروه انتخابات آزاد آقای مهرداد مشایخی شادروان و آقای امیرحسین گنجبخش بودن، نهایتاً اومدن دیگه، یعنی من تو نطفه از گروه ما قرار شد یک میزبان این جلسه باشیم، قرار بود ما 2 نفر صحبت کنیم. اول گفتم حدس نطفه اول این 3 نفر بودن، بعد ما به این نتیجه رسیدیم برای اینکه این رو شبکه‌ای هم نکنیم و یک جای بی‌طرف درست کنیم، یک توازنی بایستی باشه. بنابراین فکر کردیم که افرادی که میخوان توازن بین طرز تفکرها یا توازن بین گروه‌ها، نه جفت، یعنی گروه‌ها بودن، نه گروه‌ها نبودن، اینا که شخصی کرده. نه خیر، من اگر از طرف خودم آیدتون میفرمایند این که ما وقتی یک طرحی میاد باید نگاه کنیم ببینیم میخوام شرکت کنیم یا نکنیم. اینو شما کاری ندارم، به ما ربطی نداره. اینجاش مسئله ماست که ما میگوییم، ایشون میگوید که من نفر سومی رو معرفی کردم تا ما بتونیم دخالت بیشتری تو روند کمیته داشته باشیم. بله. آیا کمیته برگزاری به این موضوع مسئله نداشته؟ نه خیر، ما که آدم‌ها رو تک تک معرفی می‌کرده، بعد یه گروهی بیاد بخواد دخالت بیشتری داشته باشه؟ همه میدونن که وقتی که من به عنوان رئیس اتاق فکر اون موقع دارم یک حرفی رو میزنم یا یک شبکه یا یک کمیته یا یک چیزی دارم برگزار میکنم، میدونن من از چه موضعی دارم میام. وقتی خانم حقیقت جزء این کمیته هستن، موضعشون مشخصه. وقتی آقای امیرحسین گنجبخش من الان عرض میکنم، ببینید شما میتونید یک جمهوری خواه باشید یا میتونید یک مشروطه خواه باشید یا کمونیست باشید. به صرف به اون طرز تفکرتون در یک مجمع دعوت میشید، از تز جمهوری خواهیتون دفاع میکنید. اما اگر این عنوان گروهی پیدا بکنه، اون وقت از تزتون به اضافه منافع گروهتون باید دفاع بشه. توجه فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه عضو گروه مثلا شبکه سکولارهای سبز باشید، اما دلیلی نداره با همه آنچه که در یه جریان میذاره موافق باشید که درسته. خیلی خوب. ولی به همین دلیل وقتی شما تنها معرفی میشید، شما مسئول دفاع از چیز شخصی خودتون هستید و همه چی هم به نام شخص شما نوشته میشه. اما وقتی پای گروه میاد، این مسئله تغییر میکنه. ولی شما هم مدافع تز شخصیتون میشید، هم مدافع تز گروهیتون میشید. درسته. من توضیح بدم. ببینید فراخانی که اومد بیرون، فراخان این بود که این گروه بدون چشمداش یا حقی رو برای خودش قائل باشه به خاطر برگزار کردن این نشست، میخواد پروژه های کاربردی رو در راستای گذار به دموکراسی انجام بده. یعنی ما داریم میگیم این دعوت کنندگان هیچ موقع تایتل هیچ کدوم از ما که با شبکه‌های متفاوت کار می‌کنیم وجود نداشته، اما ایشون از نقطه نظر شبکه دارن می‌نویسن که چه پروسه و روندی رو ما ادامه بدیم. نه اون راستن به اون روند. ببین اون روندی که شما تشریف بردید اونجا، گفتید من می‌خوام یه کاری بکنم، آقای من موافقت کردم تو اونجا شما مسائل داخلی جریان سیاسی داره، اما اونجایی که میگوید شما به عنوان کمیته برگزاری به یه تز این کمیته رو دارید برگزار میکنید، من یه ادعا میکنم میگویم حالا من یه نفر دومی هم پیدا معرفی میکنم تا اینکه شبکه من بتونه نظارت و کنترل دخالت بیشتری داشته باشه. شما به عنوان کمیته برگزاری با این جمله مسئله ندارید؟ ببینید من خیر اصلا من یه چیز رو میخوام بگم. از شما میپذیرفتید که شبکه و گروه ها از نظر شبکهشون بیان کنترل اونجا رو به دست بگیرن؟ کنترل نیست. ببینید ایشون داره میگه نه نظارت بیشتری داشته باشن. ببینید من در نهایت دارم به شما میگم بفهمید. من گفتم شما میتونید دکتر میگالا رو بیارین روی خط. اصلا با دکتر میگالا مسئله نداره. دارم بهتون اینو میگم از نظر کاری که ما کردیم
این بود برای اینکه ما میدونستیم اگر شبکه‌ای دعوت میشه خیلی ها میگن آقا ما با این شبکه کار نمی‌کنیم، خیلی ها هنوز مسئله دارن با مثلا بعضی از گروه ها، یا اگر قرار بشه پروژه گروه ها مطرح بشه مسئله اینه که این چه کسی این پروژه رو بررسی کنه. ما آزادی داریم که افراد یا شخصی یا گروهی بیان پروژهشون بدن. ایشون از نظر کار شبکه ملاحظه بفرمایید، شما میفهمید نظاره این جمله شونه تا شبکه ما دخالت و نظارت بیشتر، یعنی یه شبکه یه عملی کرده که در اونجا دخالت بیشتری داشته باشه. از نظر شما به عنوان کمیته برگزاری این مسئله درسته یا غلطه؟ این درسته. ببینیم چون شبکه میتونسته دخالت بیشتری داشته باشه برای توازن جو. عزیزم اصلا توازن جو فراموش کنید. توازن جو اینه که شما بگید من 5 تا جمهوری خواه معرفی میکنم، 5 تا مشروطه خواه. اینشون راجع به شبکه داره صحبت میکنه، میگه من این کارو کردم که شبکه ما نمیگه تز ما، میگه شبکه ما دخالت و کنترل بیشتری داشته باشه. بله ببینیم یک همین که اسم کنفرانس هم گذار از دموکراسی. نه ببینیم شما این معصومه وقتی که شما کنفرانسی رو برگزار میکنین یک عده بایستی میزبان بشه، درسته؟ شما میخواین کنفرانس برگزار کنید، ما ننوشتیم مثلا مثال میزنم خانم فاطمه حقیقت جو از اصلاح طلبان یا از دوره ششم، اون ما نمیشیم. میدونم ولی شما اجازه میدادید بعداً در جریان کنفرانس شبکه دخالت یا سازمان خاصی دخالت بیشتری داشته باشه؟ سازمان میتونه تصمیم بگیره در یک کنفرانس شرکت کنه یا نه. من هدف اون 3 نفری که جمع شدن، یک 3 نفر یه طرحی دادن، این طرح رو بردن با گروه خودشون صحبت کردن. وظیفه من این بوده با گروه خودمون صحبت کنم. بنابراین من اصلا در این ایرادی نمیبینم. که گفتم توازن رو هم دیدیم و بعد بهتون گفتم که من اصلا توازن ندیدم. من خب توازن اونا که دعوت کردن نه اصلا توازن شما چه توازن دارید؟ شما چه تعداد جمهوری خواه داشتید اینجا؟ من ببین اصلا مسئله نیست. توازن ببین چی میگه؟ دوست کنید شما جان شما یک کنفرانس آکادمیکلی شما میخواید کنفرانس برگزار کنید. این توازنی که شما اجازه بدید. ببینید مسئله اینه. من مسئله رو میشکافم واسهتون. مثلا میذارم اسم گروه ما هستیم. شما مثلا میخواید یک کنفرانس بذارید. نهاد مردمی میخواد یک کنفرانس بذاره. شبکه سکولارهای صرف میخوان تو تورنتو یک کنفرانس بذارن. خب اینا اعلام میکنن میگن آقا این کنفرانس به اسم این شبکه است، ما میخوایم راههای گذار به دموکراسی رو بررسی کنیم. خب اگر شما این کارو شبکه‌ای انجام بدین، خیلی ها میگن ما با این شبکه نمیان چون یا با اون شبکه حالا شما نخواستید موزل ما چیست؟ موزل ماست که این رو شخصیش کردیم، یعنی افرادی اینایی که فرمودید. بنابراین موزلی که برای شبکه به وجود میاد آیا این پروژه ها رو حمایت کنن یا نه؟ بنابراین آقای نوریالا مسائل درون شبکه ما رو نوشتن، نه مسئله کمیته. ایشون به هیچ وجه در کمیته تدارکات نه دخالت کردن، نه سالشتن، نه ایشون نه آقای زندی. کسانی که من خدمتتون عرض کردم همونا که بودن. جناب حسامی شما شخصیت برجسته هست، نه خواهش می‌کنم و صادقم هست و من دلم نمیخواد بنا به مصلحت شما این سرمایه‌ای که طی این سالها جمع کردی متزلزلش بکنی. هر سوالی نخواستی جواب بدی بگو جواب نمیدم. آیا کسی تأثیر داشت غیر از کمیته برگزاری توی دعوت یا عدم دعوت یک مهمان دیگه؟ مافیا. یعنی هیچ کس نیومد بگه که آقا اگر فلانی میاد من نمیام. چرا؟ این ولی تأثیر ببین همونجوری که میدونید شما به حرفش گوش کرده باشید. نه ما به هر حال اینو بررسی کردیم. ببینید همونجوری که میدونید فضای سیاسی مملکت این هست که بعضیا با بعضیا نمیشینن. این جزء به هر حال فقر سیاسی ماست. یعنی مثلا شما میدونین هنوز شرط نظریه. بعضی‌ها لابی کردن، بعضی اومدن صحبت کردن، بعضی‌ها تلفن کردن، بعضی‌ها پیغام پس خوندن. ولی شما نیست که آماده کرده بودید آماده کرده. بله. بعضی‌ها هم حتی اومدن به ما گفتن که اسم ما رو خط بزنید از دعوت شدگان. و ما گفتیم که ما کار نمی‌کنیم. این دعوت شما حد اکثر می‌تونید ما نمیان. و جواب ما رو ندید. بنابراین لابی کردن و پشت پرده صحبت کردن که کی بیاد کی نیاد این جزء کار کنید است. بله. ولی هیچ کس نبود که شما به دلیل خواست یکی از دعوت شدگان یا اعضای کمیته اون رو خط بزنید یا دعوت بکنید.
ما بررسی کردیم این کمیته مرکزی، بنده، آقای تحوری و امیرحسین دکتر گنجبخش به هم نشستیم، بررسی کردیم و تقاضا رو رسیدگی کردیم و بعد جمع بیشتری رو اینوالو کردیم که تصمیم بگیرن. این جمع بیشتر آیا تأثیر داشتن یا نداشتن؟ این جمع بیشتر اعضای کمیته رو میگن. بله. یعنی اعضای کمیته معلومه. بله ما واسه همین مشورت. اعضای غیر کمیته چی؟ یعنی که بیان تصمیم بگیرن یا رأی بدن. ما با کانسنسس یعنی با اجماع این کارو کردیم. تو خانم فریبا داوودی مهاجر به این کنفرانس هیچ وقت قرار دعوت بشه؟ نه. اصلا از اون اول قرار نبود دعوت بشه. بسیار خوب. خب آیا شاهزاده رضا پهلوی قبل یا بعد از این کنفرانس در جریان مطالب کنفرانس بودن؟ آقای رضا پهلوی ما بارها با ایشون میت کردیم، هم خونه آقای گنجبخش. ما ایشون در جریان یعنی با شاهزاده رضا پهلوی در منزل آقای گنجبخش که از فهمیدیم کجا هستن، اتحاد جمهوری خواهان. بله. و منزل ایشون میت کردیم. بله. بارها راجع به طرح و برگزاری این نشستم در جریان هستن و بودن. ببینید یک سری همین فقط می‌خواستم ولی من نمیتونم بگم کی دعوت شده کی نشده. نه من میدونم ولی به هر حال ایشون وارد این حوزه ها نشدن. شما من یک کنفرانس نشون ایشون شرکت کرده. نه نکردن ولی در جریانش بودن. بله. بعد از انجامش هم گزارششون توسط امیرعلی به اطلاعشون رسید. من اینو نمیدونم دیگه. شنبه همین هفته. دیروز و پیروز همین هفته. خب اجازه بدید که اگه آقا میشه من یه چند دقیقه خواهش می‌کنم. من سوال کردیم، من در صورت سوال جواب بدم، ولی من میخوام یه مسئله رو مطرح کنم که این نظر من پشت تلفنم به شما گفتم. یک گله‌ای هست از تلویزیون شما و بقیه تلویزیون‌های الی. بله. نمیخوام بگم بقیه تلویزیون، نبایستی بگم بقیه تلویزیون. شما گله بزنید آخر. نه سنگین نیست، ما صحبت می‌کنیم. بشه سنگین. ببینید مسئله اینه. یک کنفرانسی برگزار شده به اسم یک شخصیت سیاسی معتبر، آقای دکتر مهداد مشایخ، که خودش هم نیست که بخواد بگه درست یا غلط. بله ایشون نیستن ولی خانمشون هستن. آقای دکتر گنجبخش از دوستان بسیار خوب ایشون. شما یه آدم سیاسی نه موضوع این است که اگر شما میگید این درست نیست، من نمیگم درست، در حال ایشون یه بیانیه می‌خواد. از وجود ایشون شما نمیتونید استفاده نکردید. ایشون جزء کمیته برگزاری بودن ولی در روندش دیگه نبودن. بله انجامش من دارم توضیح کار رو میدم و گلایم اینه. ببینید یه گروه ادهاک خودش تصمیم گرفته یه کاری انجام بده. یه گروه 3 نفره و 4 نفره شده به گروه 8 نفر میزبان این کار شد. بله. این گروه شروع کردن ایمیل و درخواست فراخوان دادن و بیانیه فرستادن بیرون. فراخوان باعث استفاده داشت و یه داره دعوت کردن. بله. این گروه اومدن به طور بسیار شفاف از رسانه‌ها دعوت کردن. نه به طور شفاف از رسانه‌ها دعوت ما فراخوان ببینید اومده بودن، یعنی که اومده بودن، چه اومده بودن بعد نمیدونم. برای اجازه بدید من تمام کنم بعد من جواب بدم. یه چیزی نه اجازه بدید مشمول من میشه. ببینید ما فراخوان دادیم که این برگزار میشه. بدون من تمام کنم بعد. فراخوان این بود که این جلسه به طور بسیار شفاف پخش میشه و در حقیقت سایمولکست و وبکست ما خواهیم داشت. اعلام هم کردیم که این جلسه مخفی نخواهد بود و حضور خبرنگاران درش بسیار شفاف وجود خواهد داشت. من روال کارو میخوام بگم. گلایه من اینه که قبل از که شما به داوری بشینید راجع به یک گروه یا به یک شبکه، شما حداقل کاری که میتونستین بکنین اینه که به یکی اعضای این کمیته زنگ بزنین بگین ما یک خبرهایی شنیدیم، اینها درسته یا نه. جلوی من از تلویزیون هایی که شایعه پردازی میکنن و افرادی که شایعه درست میکنن و این رو در حقیقت تشویق میکنن اینه که حداقل کاری که میتونستین انجام بدین اینه که به من و مثلا از شما من میدونم با تلویزیون شما کار میکنم، من با هیچ رسانه‌ای نمیگم. یکی از ایرادایی که دوستان به من میگن چرا من وظیفه شما رو متوجهم. حداقل کاری رو که از نظر کار خبرنگاری و رسانه‌ای این است که حتی اگر موافق با جریان نیستین، برای که اطلاع درست به بینندگان بدین و از همون در جریان بزنین بایستی زنگ بزنین این صحیح است یا نه. آقای نیکاهنگ کوثر قبل از کنفرانس به من زنگ زد، گفت
آرام جان این قضیه درست کنفرانس هم بله. گفت به من میشه بگی کیا؟ گفتم نه. برنامه رو میتونی؟ گفتم ما اون روز اعلام میکنیم. سوال کرد من میتونم بگم بله. قانونتون چیه؟ گفتم خبرنگارا بود. ما جای داریم برای خبرنگارا همینیه. آقای تقی مختار میخواست یک مقاله بنویسه، تا ساعت 12:30 شب به من زنگ میزد، چک میکرد، با 10 نفر 15 نفر چک کرد قبل از اینکه مقالهشو بنویسه. مقاله ایشونو تو این جمله در اومده ببینید، ایشون لیست کرد، من هنوز ندیدم. من اگر این اعتراض وارد نیست، نه وارد نیست، حالا عرض میکنم الان عرض میکنم ببینید بندم دیروز نیومدم کنشون. من 40 سال کارم اینجا. نفهمیدم شما اگر بنده در مقابله خبری که اتفاق افتاده واکنش نشون دادن، شما معترض من میشید، اما و معتقدید شما که همکار ما بودید ما چرا با شما تماس نگرفتیم. اما بنده نباید از شما گله بکنم که آقا شما اون فراخوانی که برای فلان سایت فرستادید، اهمیت فلان سایت بیشتر از یک تلویزیون 24 ساعته است که حتی باهاش همکاری هم میکنید. شما یه فکس برای اینجوری فرستادید، اون بیانیه‌ای که فرستادید برای تلویزیون ایکس و یک، اون بیانیه رو برای اینجوری فرستادید. بعد از بنده توضیح می‌خواستید که آقا من این بیانیه رو فرستادم، تو ریسپاند نشون ندادی، خبرنگار نفرستادی، بعدم نشستی برای من رفتیم. ببین اصلا بحثی نیست. من اون جواب این مسئله مردم نه یه دقیقه. من به عنوان یک میدیا و رسانه دارم میگم، اصول کارو میگم. حرفی با هم نداریم، حق به شماست. شما میگین ما یه وظیفه داریم، من میگم جزء وظیفه رسانه‌ای قبلش برمی‌گرده به وظیفه مثلا برگزاری نیست. ببینین یک کسی خبر میده روی به یک نفر، چرا شما فکر می‌کنید من بعد سایت میدیا رو بخونم؟ نه من چرا فکر می‌کنید من بعد من اصلا راجع به اون صحبت نمی‌کنم. ببینید من میگم شما من از کجا باید می‌فهمید؟ اجازه من رو اون صحبت نمی‌کنم. ببینید من میگم من نمیگم راجع به فراخوان صحبت نمی‌کنم. من میگم وظیفه رسانه هست آیا چیزایی که به عنوان واقعیت سازمانی که ما رو به رسمیت نشناخته که خبرشون حتی در اختیار ما بذاره، حالا ما نظرمون رو بخوایم براشون چک بکنیم، این خیلی کم نه شما سازمان چه سازمانی رو میگید؟ همین تشکیلاتشون میگم تشکیلات شما ببین اجازه بفرمایید بنده هم دو پوزیشن داره ولی این مسئله من هم به شما به عنوان میدیا خبری که به دستتون میرسه چک میکنین اگر برسه بله نه خب خبر ببین خود شما خبر برگزاری کی به ما داد؟ نه اجازه بدید ما یک پرس لیست دادیم به کی دادیم وجود داره. نه اصلا راجع به اون صحبت نمی‌کنم. شما بابا من تشکیلاتی که من رو موجودیت من رو زیر سوال میبره برگزاری ها شما رو زیر سوال برد. شما با یه فرستادن یه فکس اعلام می‌کردید چه بخش خبر تلویزیون کانال 1 از تاریخ فلان تا فلان کنفرانسی با این عنوان در محل دانشگاه فلان در واشنگتن یا مریلند برگزار می شود. اگر مایل هستید خبرنگار بفرستید با هزینه خودتون بفرستید. من اون صحبت نمی کنم. من میگم کیهان تهران یک لیستی رو منتشر میکنه 3 هفته 4 هفته قبل از برگزار شدن کنفرانس. شماها خب در کار رسانه‌ای بنابراین میدونین که لیست اومده بیرون. نه خب نمیدونین ولی یکی که میاد تو تلویزیونتون میگه آقا جون یک کنفرانس داره برگزار میشه، پول اینجا رو داره CIA میگه حواستون باشه. این گروه اجازه بدین، این گروه اصلاح طلبه. کار رسانه این هست که تلفن رو برداره به من بگه. من اومدم شما این نبود که تلفن رو بردارید به ما بگید. ببینید ما یک فراخوان دادیم کسی ما ببینید شما میگید فراخوان ببینید اون گروه نوشته کجا ببینید پرس ریلیز برون پرس ریلیز یعنی کجا ریلیز کردن پرس ریلیز یعنی همه نبود آقا ما یه تلویزیون شما میگین اگر شما دعوت شده بودید چک میکنید نه دعوت آقا یه تشکیلات یه دانشگاه میخواد یه سمینار درست بکنی بله یا اگر به این رسانه هایی که در ارتباط با اون سمینار هستن خبر خودش رو اطلاع میده یا نمیده؟ من راجع به اطلاع راجع به کنفرانس صحبت نمی‌کنم. پابلیش شده دیدین اومده بیرون. من خواهش می‌کنم این آخه خیلی مهمه چون من می‌خوام راجع به شما مسئله خودتون کنار نه من گفتم به همه سوالا جواب میدم. بازم می‌خوام برگردم سوالا جواب بدم. ولی یه چیز دارم بهتون بگم. ببینید من نمی‌خوام نه در حقیقت این رو کم کنی نیست. یک کنفرانسی داره برگزار میشه که مردمی که دارن شرکت میکنن جان ما و حیثیت سیاسی خودشون به خطر گذاشتن. آخه این من به من ببینید من بفهمید. ببینید وقتی که ما خواستیم این کنفرانس رو برگزار کنیم مسئله سکیوریتی مطرح شد. من با پلیس محلی صحبت کردم.
پلیس محلی به من گفت شما احتیاج لیست رو دید، گفت شما احتیاج به حمایت دارین ولی بیشتر از این که شما میخواین. از من گفتن شما از ما چی میخواین؟ من گفتم من دلم میخواد حضور پلیس، یک ماشین پلیس و چند نفر اونجا حاضر باشن این کیس. اینها لیست دیدن گفتن والا به نظر ما بیشتر از این شما لازم داریم و همونجور که میدونید با مسائلی که جمهوری اسلامی مطرح کرده امروز این ساده نیست. من دارم اینو میگم، من میگم شماها، من میگم رسانه ها به خودشون نبایستی اجازه بدن قبل از اینکه حقیقت رو یا لااقل با طرف موافق و مخالف یا لااقل وقت مساوی بدن که صحبت بشه نظر بدن بدون که واقعیت رو بدونن. یک عده زحمت کشیدن اومدن، یک عده دارن تدارکات میبینن، اتهام زدن خیلی راحته، اما وظیفه رسانه اینه. به عنوان یه رسانه شما گروه ماستین رو کنار بذارین، شما دو نقش دارین، همونجوری که من دو نقش دارم یا سه نقش دارم. بنابراین شما به عنوان یه رسانه، من اومدم ببینید چرا من اومدم، ببینید من چرا اومدم. من اومدم نه به خاطر خودم، نه به خاطر گروه، به خاطر یه چیز اومدم. دوستان به من گفتن نرو، گفتم نه، گفتم اینجا نرو، گفتم نه، گفتم اینجا اونجا نداره. مملکتی سونم ایران. چون الان من میگم من نه که مربوط به خودم هست، میگم مملکتی به نام ایران. ما ایرانی آزاد و بی‌تبعیض میخوام. راه‌های رسیدن به یک حکومت دموکراتیک متفاوته. اجازه بدید من تمام کنم بعد اصلا چی میگم شما بفرمایید. راه‌های رسیدن به دموکراسی متفاوته. اما امروز یه بحثی ما داریم. من میگم اگر قراره یک اپوزیسیون منسجم در تقابل با نظام استبدادی ولایت فقیهی جمهوری اسلامی وایسه، به جای اینکه در حقیقت ما یک نفاق و جدایی بندازیم، به جایی که مسئله رو شخصی و شخصیتی کنیم، ببینیم هیچ کسی راجع به کانتنت مفاهیم یا مطالب کنفرانس صحبت نمی‌کنه. شما دارید از اپوزیسیون صحبت می‌کنید، اجازه بفرمایید. بنابراین من حداقل توقعی که از شما دارم و تمام رسانه‌ها و من اومدم اینو وصل کنم. ببینید شما یک رسانه در اختیارتونه، این میتونه یک صدایی برای مردم باشه. پروژه ما پروژه فراحزبی و فرائیدئولوژی بوده و اون این بوده که هر کسی راهکاری داره بیاد ارائه بده، ببینیم چگونه به مردم کمک کنه. عزیزم ببین این حرفا شما آخر شما باید بذارید آخر. ضمن اینکه بهتون عرض میکنم به گفته آقای نوری‌علا کسانی که اصلاح طلب هستند اپوزیسیون محسوب نمیشن. در نتیجه اگر این تزه بگیریم و با توجه به اون نکته که ایشون گفتن ما برای دخالت بیشتر آمدیم، شما کاری برای اتحاد اپوزیسیون نکردید. شما بخشی از اپوزیسیون رو بردید با بخشی از آدمایی که به گفته آقای نوری‌علا غیر اپوزیسیون هستن گیر هستن. آقای بیژن ما جبهه ملی رو در شما بفرمایید. درود بر شما آقای همایون. سلام می‌کنم خدمت دوست عزیزم آقای آرام اسلامی و همینطور شنوندگان و بینندگان خوب برنامه شما. بفرمایید آقای بیژن. آقای همایون، توضیحات آقای اسلامی به نظر من کاش که ایشون یه مقدار شفافیت بیشتری رو به کار می‌بردن در این زمینه. ببینید آقای سازگارا قبل از برگزاری کنفرانس استکهلم در یک نشست 5 نفره‌ای که با آقای براتی و آقای احمدی و آقای دقیقا یادم نیست، آقای اسلامی اصلا بهتر میدونن، در اونجا به این نشست اشاره کردند و همونجوری که آقای اسلامی گفتن این نشست قرار بود که چندین بار برگزار بشه ولی مرتب به تعویق میافتاد. اما بعد از شرکت آقای خاتمی و آقای رفسنجانی در انتخابات دیدیم که این بلافاصله تاریخش اعلام شد و اصلاح طلبان هم یک حضور بسیار فعالی داشتن. ایشون گفتن اون کمیته 3 نفره بوده. اولا استفاده از نام زندیات مهداد مشایخی کار درست نیست. شما میتونید این نشست رو به یاد ایشون با احترام ایشون برگزار کنید، اما مرتب پشت اسم ایشون قایم شدن کار قشنگی نیست، کار شایسته‌ای نیست. مهداد مشایخی دوست من هم بود، من با نظراتش آشنا داشتم، چندین مصاحبه در برنامه تلویزیونی داشتیم که از همین کانال 1 پخش شد
مهرداد معتقد بود که نیروهای سکولار و دموکرات باید سازماندهی خودشون رو داشته باشن، نه اینکه برن و با اصلاح طلبا کار مشترک انجام بدن. به خصوص بعد از این افتضاحی که آقای خاتمی آقای رفسنجانی به بار آوردن، فکر نمی کنم مهرداد مشایخی با این کار حاضر بود که همکاری مستمری داشته باشه با اصلاح طلبان. بنابراین خواهش میکنم که برای یاد اون مرحومم که شده از اسم ایشون استفاده ابزاری نکنید. خیلی خوبه شما به یاد ایشون این کار کردید، کار قشنگه، اما پشت این اسم قایم شدن و مرتب این اسم رو گذاشتن شاید کار خوبی نباشه، چون من مطمئن هستم که مهرداد با این کاری که اصلاح طلبان کردن در جفا به ملت ایران، در رأی دادن به انتخابات و نابود کردن مبارزه مدنی مردم ایران، از اونجایی که خودش اعتقاد شدیدی به مبارزه مدنی و تحریم داشت، با این کار موافق 100% نبود. بنابراین کاری که در این کنفرانس شد به نظر من ترمیم چهره اصلاح طلبان بود و خیلی هم به سرعت این کار انجام شد. ایشون اشاره نکردن که خانم حقیقتجو و آقای تحوری از چه زمانی و چگونه به این جمع سنفری ایشون پیوستن و چه شد که اصلاح طلبان چهره شاخص و غالب این جریان شدند. این توضیحات من فکر می‌کنم که لازمه. در ضمن خود آقای حسامی هم بسیار بسیار انسان شریفیه، من هیچ شکی درش ندارم. 100%. اولین باری که من افتخار آشنایی با ایشون رو پیدا کردم، ایشون به عنوان مشاور امیرعباس فخرآور معرفی شدن به بنده. بعد شنیدیم که سخنگوی شبکه سکولارهای سبز شدن یا رئیس اتاق فکر شدن. بعد شنیدیم که در نهاد مردمی ایشون هیئت مدیره هستن و من میدونم که ایشون هم به طور مستمر به خصوص با آقای سازگارا کار نزدیک میکنن و با اصلاح طلبان. بنابراین یه مقدار اگر توضیح بدن که از نظر سیاسی جایگاه ایشون مثلا در کجاست، فکر میکنم که یه مقدار مسائل رو روشن میکنه، چون این همه گروه ها و نهادها و شبکه ها رو عضو بودنش کار زیاد آسونی نیست. خیلی سپاسگزارم آقای بیژن مهر عزیز، خیلی ممنونم. بفرمایید. مسئله اول راجع به مهرداد عزیز. ببینیم کنفرانسی با شرکت دوست بسیار خوب ایشون و همکار حزبی ایشون امیرحسین گنجبخش داره انجام میشه. ایشون اصلا مثل که آقای بیژن عزیز موضع انتخابات آزاد متوجه نیستن. موضع سیاسی انتخابات یعنی من میگم چون نظر مهرداد اشتباه گفتم دارم صحیح میکنم. موضع انتخابات آزاد این هست که به جای انقلاب یا اصلاحات راه دیگه وجود داره و اون راه این هست که ما دولت و حکومت رو مجبور کنیم یک انتخابات آزاد با استانداردهای بین‌المللی انجام بده. آقای مهرداد مشایخی جز طراحین این پروژه هستن. اگر از اون نظر نگاه کنیم در واقع اصلاح طلبها هم به حاکمیت صندوق رأی رجوع خواهد شد، بودن یا نبودنشون. این یک. بنابراین این موضوع درست است. از اینکه از اسم ایشون استفاده ابزاری میکنیم این است که درون کنفرانس خانم مهرداد مشایخی یک بنیادی درست کردن، اومدن صحبت کردن و یکی از افتخارات بزرگی من هست که کراوات هایی آوردن و به ما دادن که کراوات مهرداد عزیز بود. گفتن چون به اسممون و این باور داره این کاری که شما امروز کردید، من این کراوات ها رو به شما هدیه میکنم، امیدوارم موفق باشید. این از اون، بنابراین استفاده ابزاری نیست. حالا مسئله شخصی بنده، من بذارید این دفعه منسجم به بینندگانم بگم. اگر 100 تا فاحشه از ایران به من زنگ بزنن بگن آقای حسامی ما مسئله‌ای با جمهوری اسلامی داریم و حقوق ما داره پایمال میشه و بنده الان امروز بهتون بگم بنده نمایندگی این گروه رو قبول خواهم کرد و به اینها کمک خواهم کرد. چرا؟ چون من باور دارم که بایستی از این قیاس معلفه با سکولار نه الان بهتون میگم. ببینین من باورم اینه که ما ایرانی آزاد بی تبعیض و آباد میخوایم. تنها راهی که این ممکن هست این هست که بتونیم
پروژه های عملی و نظری منسجم رو ارائه بدیم که در تقابل با حکومت استبدادی بتونه یک آلترناتیو، اسمش هم چون بعضی این آلترناتیو رو رادیواکتیو کردن، اسمش رو بذاریم گزینه های متفاوتی ارائه بدن. مثلا اگه رضا پهلوی میخواد یک گزینه بده، این گزینه مشخص بشه. اگه آقای سازگارا میخواد گزینه بده، به باور من اصلاح طلبها اگه میخوان گزینه بدن، اما راههای گذار به دموکراسی رو بایستی بگن چگونه به این راه برسیم. این کنفرانس در این راستا بود که اگر طرحهایی هست به طور آکادمیک بررسی بشه و توی کارگاه‌های ما اینو به بحث و گفتمان و آزمون به محک آزمون بسپاریم. اما یه مسئله اتفاق افتاد. برای اولین دفعه ما از اول کنفرانس تا آخر کنفرانس، منظورم از اولین دفعه توسط کنفرانس‌های متفاوت، ما این کنفرانس رو پخش کردیم. طرح اومده رو. شما مسئله اینه متاسفانه برشکستگی به تقصیر اپوزیسیون این هست که به جای اینکه بیان انتقاد سازنده کنن، به جای اینکه مطلب و کانتنت رو مورد بحث قرار بدن، شروع میکنن انگ زدن و اتهام گذاشتن. از این نظر این رو من این چیز رو درست نمی‌بینم. بسیار خوب. چند تا پروژه در اونجا ارائه شد؟ من الان دقیق یادم نیست، ولی اونجوری که فکر کنم 7 تا 6 تا یا 7 پروژه مطرح. خط یک آقای دکتر علیرضا میرزاده، درود بر شما. درود بر شما و درود به آقای عزیز. و بنده اتفاقا خوشبختانه اومدم از بیرون نشستم و دیدم گرفتم دارید صحبت میکنید، گوش کردم برنامه رو. خب جناب اومدم خط گوش کردم. بله آقای دکتر میرزاده، مخالفت با حضور شما من یک سوالی دارم. اگر مسئله ایران هست، در یک روزهای معینی یک کنفرانسی در یک دانشگاه تشکیل میشه، در یک جا به حضور مثلا 50-60 نفر، یک کنفرانس دیگه هم در یک جای دیگه تشکیل میشه به حضور 16 نفر، که از این 16 نفر این 50 نفر چند نفر مشترکن. این چیه؟ این مردم چی رو باید نگاه بکنن؟ چه اتفاقی افتاده که 70 تا آدم اینجوری از هم پراکنده هستن؟ آقای همایون، من توی برنامه هام در این 3 روزه قشنگ شرح این ماجرا رو دادم. ببینید در سراسر جهان هر روز چندین کنفرانس برگزار میشه. تو خود لندن ما چندین کنفرانس. بله. ولی از 1 سال پیش که کنفرانسی که من گرفتم در مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، در این کنفرانس برای اولین بار نمایندگان نهله‌های مختلف اپوزیسیون کنار هم نشستن و بسیار متمدنانه در 2 روز با هم صحبت کردن و حرف زدن، مسائل روز منطقه و ایران رو بررسی کردن بدون هیچ درگیری و مشکل. حالا جمهوری اسلامی گفت ما خوزستان بخشیدیم، که من آخر این حرف میخوام یه چیزی راجع به خوزستان بگم. بعد حضور عرض کنم از این مزخرفات خیلی گفتن، بعدم کشید به اونجا که بله اینا رفتن از پادشاه سعودی 18 میلیون دلار گرفتن، یعنی بنده لابد مثلا سازمان تفنگچی دارم که به من دادن که من برم تفنگ بکارم، حالا کار ندارم. بعد از این کنفرانس چون موفق بود، چون نتیجه‌ای که گرفتیم خیلی قابل توجه بود، عده‌ای از ما ادامه دادیم این نشست‌ها رو که رسیدیم به استکهلم، که باز من تمام جزئیات اومدم گفتم. تو جریان لندن دکتر گنجبخش وقتی تشریف آوردن ملت به بنده گذاشتن اومدن تو جلسه، اینجا گفتن، اولش به من میگفتن که این کنفرانسی که داری میگیری بندازش عقب تا ما کنفرانسمون رو در واشنگتن برگزار کنیم که تداخل نشه. من بهشون گفتم چون من همه کارا رو کردم، حتی به هتل قرارداد بستم، کار کردم، نمیتونم. تشریف آوردن و اینجا دکتر گنجبخش صحبت از نشست واشنگتن کرد که قراره که یه نشستی تشکیل بشه. همینجوری عقب افتاد. من تو جریان بودم که مثلا آقای کدیور وتو گذاشته بودن روی. یه لحظه اجازه بدید. آقای کدیور نقشی داشتن اصلا در کنفرانس شما؟ من نخیر. اصلا نقل قولی از ایشون نشد، تماسی بهشون گرفته نشد برای اومدن؟ من چون گفته بودم اسم دعوت کنندگان رو ریلیز نمی‌کنیم، من اسم دعوت کنندگان رو نمیتونم، دعوت شدگان رو نمیتونم ریلیز کنم. ولی گفتیم که ممکنه مخالفت کردن، گفتیم ما اعلام می‌کنیم. نه، اسم دعوت شدگان رو نه، اسم کسایی که حضور پیدا کردن بله. سوال مشخص شما از من از آقای کدیور نقشی در این کنفرانس داشتن؟ نه که نقشی داشتن، برای حضور خودشون شرطی رو معین کرده بودن یا خیر؟
من نو کامنت. بله خیلی ممنون جواب گرفت. ولی من کامنت میدم. آرام ممکنه مشکل داشته باشه کامنت بده. آقای کدیور و چند نفر دیگه وتو کردن، یعنی اومدن گفتن اگه اینا باشن ما نمیایم. به هر حال ماجرا ادامه پیدا کرد. بعد آقای کدیور کنار کشید، افراد دیگری بودن که آدمها رو انتخاب میکردن. اصلا اشکالی نداره که یک عده کنفرانسی بگیرن، بنده و شما و دیگری رو دعوت نکنن، حقشونه. کما که من در لندن کنفرانس گرفتم 40 نفر دعوت کردم، اگر امکاناتم بیشتر بود 50 نفر دعوت میکردم. این خیلی چیز طبیعیه. من نه اعتراضی دارم به این که چرا منو دعوت نکردن، چون خیلی کنفرانس برگزار میشه. بنده نیستم، من فعال سیاسی نیستم، من روزنامه‌نگار و تحلیلگرم. جایی هم که میرم در نشست لندن، استکهلم، همه دیدن با چه صراحتی نظراتم رو گفتم و تا آخرم پاش ایستادم. همیشه همینجور بودم. اعتقادی که به چیزی دارم وامیستم. بنابراین من از این که منو دعوت نکردن اصلا ناراحتی ندارم. خب این همه کنفرانس هست، تو یکشم منو نگفتن، مهم نیست. اما من به بی اخلاقی بعضی افراد حرف دارم که تحمل منو تو هتلشون نداشتن. من بحثم اینه. من اصلا راجبه یه لحظه آقای دکتر معذرت میخوام، شما در جریان این بودید که قرار دکتر میرزاده به اون هتل بیاد؟ من اون کسی که شما رو در جریان گذاشت. بله اون شب دیر وقت من با خبر شدم. ببینین من باز علیرضا درست میگه، ولی ارادتمند عرضم بزرگتون که ارادتمند هر درستشون میگن، اما یه مسئله است، این فقر سیاسی جامعه ماست. چرا شما نمیگید اسم کسی که اجازه بدین شهرام جان من دارم صحبت کنم. بفرمایید. فقر سیاسی جامعه ماست. فقر سیاسی جامعه ما اینه که انگ میزنن به مردم و از برچسب‌های استفاده میکنن که بدون دلیل و مدرک آدم‌ها رو آقا اجازه بده. معذرت میخوام، اجازه بده. شما مطالبی رو مطرح میکنید که من مجبور به جوابگویی میشم. قرار شد در محدوده ماجرا کنفرانس صحبت میکنم. شما وقتی اگر فقر سیاسی صحبت میکنید، فقر سیاسی اونه که کدیوری که میاد شعار مردم رو دروغ میکنه، تغییر میده، شما دعوت میکنید به کنفرانس و بعد کدیور برای شما خط نشون میکشه که اگه فلانی بیاد من نمیام و بعد حتی نمیتونید عنوانش بکنید. این فقر سیاسی. ما یک احترام برای افرادی که دعوت کردیم، چون امیدواریم اپوزیسیون خارجی در کشور طرح‌های اپوزیسیون نیستن. راجع به اون بحث نکردم. کسایی که خود ببینین اپوزیسیون بودن، این لغت هم شما اشتباه استفاده میکنید. اپوزیسیون بودن جنبه‌های متفاوتی داره. به من بگید آقای میلیاردر، آقای میلیاردر رهبر شما صراحتاً میگوید اصلاح، آقای میلیاردر اگه غلط میگم تصحیح کنید، میگوید آقایون اصلاح طلب به هیچ روی اپوزیسیون نیستن. اجازه بدین من دارم نظر میگم. بفرمایید. شما وقتی میگین اپوزیسیون به اپوزیشن، یک کسی ممکنه دولت اپوزیسیون بنابراین وقتی شما میگین اپوزیسیون از آقای کدیور و مهاجرانی یه جور صحبت میکنین تا مثلا خانم این جمله آقای نوری مشکل اجازه بدید من جمله های نوری آقای نوری از خودشون بپرسین. نظری که من دارم خدمتتون میگم اینه که اگر قرار بشه راهکاری برای آزادی ایران به دست بیاد، بایستی شما از عناصری استفاده کنین که اون جامعه رو میشناسن. دفعه اول هم نیست در دنیا، در لهستان، در اتحاد جماهیر شوروی، در اسپانیا، من در ندارم عزیزم عناصری وجود نداره. شما وقتی میگین اپوزیسیون صحبت نکنین یا آقای آرش نراقی، اگه آرش غفوری میاد توی برنامه کنفرانس یک طرحی رو میده و این طرح مشخص میکنه برنامه اصلاح طلب برای آینده ایران چی هست، من خوشحالم. میدونید چرا؟ چون مرزبندی میشه و ما گفتگوی سیاسیمون شروع میشه و مردم حق شما دارن. آقای همایون من اجازه دارم یک کلمه بگم؟ بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید من از آرام عزیز میپرسم، وقتی با آرش نراقی میتوان نشست، با علیرضا میزانی میتوان نشست، آرش نراقی من 2 ساله من این رژیم دارم میجنگم، بابتش هم تا 3 نوبت نزدیک بیارن. آقای میرزاده یه لحظه معذرت میخوام، اشکال کار شما همینجاست. معذرت میخوام
حرفی که عباس پهلوان زد، گفت این آقایون میتونن بیان تو صف وایسن، اما نه اینکه برن اول صف وایسن. اینی که شما احتیاج دارید به آدمایی که بهتر اون جامعه رو میشناسن، از درون اون نظام اومدن، یه امره. اما اینی که اونا بیان خط نشون بکشن و خط بندی بکنن و مرز بندی بکنن، یه حرف دیگه. 7 طرح در واشنگتن مطرح شد، کنفرانس مرداد مشارکی. بله 7 طرح. پس یادتون از این 7 طرح گفتم یا 6 یا 7. از این 7 طرح فقط یک طرح مشخصاً بحثش اصلاح نظام و کار کردن در چارچوب قانون اساسی کنونی بود. اونم همین اعتقاد دارن. نخیر، ولی شما میگین غلبه کنن. 7 تا طرح اومده، 6 طرح. شما یه دونه لکه سیاه رو ببینید توی رنگ سفید. این نیست. ببین چه تأثیری میذاره. اصلا ببینید نظر شما بایستی به همهمه و اتهام خاتمه بدین. شما به من راجع به پروژه صحبت کنین. بسیار خوب. چه پروژه؟ بله من اجازه بدید یک کلمه بعد بگم. بفرمایید. عبارتی رو میخوام. ببین عزیزم، ما اصلا گفتگو با اصلاح طلبان که اشکال نمیدونیم. من خودم ما نمیدونیم. بله آقای میرزایی صحبت کنم. بفرمایید. بله شما. من خودم به عنوان رأس فتنه که بیشترین فحشا رو خوردم به خاطر دفاع از جنبش سبز و حتی در جایی شما رفیق 40 ساله بنده اومدی از من انتقاد کردی، به خاطر این پس من وقتی دیدم یه حرکتی داره در داخل کشور میشه، با وجود اینکه نماد اون حرکتم میگفت قصد ما اینه به عصر طلایی امام برگردیم، من از اون حرکت دفاع میکردم و در جایی هم از آقای موسوی هم دفاع کردم، از کروبی هم کردم. این متفاوته تا اینکه من بذارم دیگران برام تصمیم بگیرن. یه نکته اساسی رو من میخوام بگم اینجا با آرام عزیزم که خیلی هم به من لطف داره. اون روزی که با هم توی جلسه ما نشستیم اینقدر به من محبت کرد، من واقعا احساس کردم 10 سال جوانتر شدم، چون دقیقه به دقیقه به من میگفت آقا ماشاءالله پیر نشدی، جوان موندی. خیلی هم خوشحال شدم از تعارفاتش. اما من اون لحظه رو براتون توصیف کنم، خیلی دردناک بود برای من بعد از 32 سال. لحظه‌ای که من دیدم جواد خادم و محسن سازگارا پای تلفن دارن به خودشون میپیچن و اومدن به من یواش جواد منو کشته بیرون و میگه ای رضا من معذرت میخوام، آقای تحولی گفته تو نیا اونجا، چون تو بیای اونجا جلب توجه میکنی، کنفرانس ما رو بیرنگ میکنی. من اصلا نفهمیدم یعنی چی. احمدی نژاد تو نیویورک میگه آقای خاتمی تو هتل پلازا بود، بنده من اونجا اتاق داشتم، ولی یه گروه روشنفکر تحمل حضور علیرضا نژاد رو تو هتلشون هم نداشته باشن. تازه منم نمیخواستم برم سازگارا و آیه اینا گفتن عبدالله معتدی باید ما هم باشیم. بعدم دوستان من تصمیم گرفتن تو هتلشون اینا نرن و اومدن تو هتلی که من بودم، بعد صبح میرفتن در کنفرانس شرکت. من میگم اخلاق بالاترین عمله. این کار اخلاقی رو باید بکنیم. در کنفرانس لندن یک روحانی دعوت شده بود، اومد از امریکا پاشد اومد به لندن. تو جلسه که اون روز اولی که اومد، وقتی افرادی رو دید که از دیدگاه او براندازن و خیلی تندن، ایشون از من خواست اجازه بده من تو کنفرانس نیام، ولی من قلبا شما رو حمایت میکنم. حرمتش رو نگه داشتم. 2 روز مهمان ما بود، در هتل موند، بعدم با همون بلیط هواپیماش پاشد برگشت. حرمتش رو من نگه داشتم. تازه من که نمیخواستم کنفرانس واشنگتن پول منو بده، خودم بلیط، خودم تلفن زدم، اتاق رزرو کردم. از این بی اخلاقی من ناراحت شدم. سپاسگزارم. من اصلاح طلب بشینه کنار برانداز، خب خیلی خوبه، چون هر دو موضوعشون رو برای ملت ایران روشن میکنه. این اشکال نداره، ولی اشکال دکتر جانی مطلب رو بشنوید لطفاً. من هم به شهرام هم به بینندگان هم به شما اینو بگم، ببینین هر کنفرانسی اصلا کاری به این کنفرانس مرداد مشارکی نداشته باشین. هر کنفرانس علمی تحقیقاتی یک معایبی داره، یک محاسنی داره، یک میشن یا یک وظیفه برای خودش میدونه.
ما جزء وظیفمون این هست که این هفته جمع‌بندی کنیم بین خودمون، ببینیم چه کارهایی درست انجام دادیم، چه کارهایی غلط انجام دادیم. اگر بی اخلاقی شده ما اینو بررسی میکنیم. اما من دارم بهتون میگم شما با یک کنفرانس مسائل رو نمیتونین حل کنین. ما پروژه مشخص، بازم من میگم بحثای این هست که بحثای جنبی بحثای اصلی رو تحت شعاع قرار میده. شما راجع به پروژه ها و در حقیقت شایستگی این بحث صحبت آقای دکتر میرزاده از شما خیلی ممنونم. خدا آرام عزیز خدا. ممنونم. اجازه بدید بریم با آقای آرمان صحبت بکنیم، یکی از کسانی که در این کنفرانس پروژه‌ای رو مطرح کردن. رو خط هستن؟ خط چند؟ بعد بگیرید. خب آقای اشتباه نشه، بنده شخصا معتقدم با هر آدمی میشود نشست، با هر آدمی میشود گفتگو کرد. چیزی که من میگم اینه، نمیشود اینجا من بغل دست پرچم بیستم، اونجا پرچم بغل دستم بردارم. نمیشود اینجا بگم مردم گول اسلامیست ها را نخورید، گول اصلاح طلب رو نخورید، بعد بیام اونجا بشینم با اصلاح طلب مذاکره بکنم. این نمیشه. دو مسئله، یک مذاکره صورت نگرفته. ببینید این آن رو نزنیم. یک جلسه تشکیل شده 2 روز. چی شده اون وقت؟ اجازه بدید. پروژه های 7 پروژه مطرح شده. بله. به طور شفاف این پروژه این برنامه این کنفرانس داره پخش میشه. مردم در تمام دنیا میتونن رو اینترنت اینو بگیرن. در ضمن کسی داریم به عنوان آقای نیکاهنگ کوثر که هر 10 دقیقه عکس میگیره، پروژه رو مطرح میکنه و حرفا رو میزنه. موضوع من اینه که شما خود پروژه کنفرانس مرداد مشایخی رو هدفش این بوده که پروژه رو انسجام بده. انسجام دادن به این کارها بایستی بحث و محتوای این کنفرانس و صحبتایی که داده شده رو مورد بررسی قرار داد. اگر انتقاد سازنده دارین من در خدمتتونم، اما اگر انگ و برچسب میخواد بدین درست نیست. آقا این عزیزم من چه انگ و برچسب میذارم دیگه؟ من میگم تلویزیون شما اجازه بفهمید. آقای آرمان بفهمید. درود بر شما آقای آمایان عزیز، درود بر دکتر اسلامی نازنین. آقای آرام خواهش میکنم که فقط تصویر آقای اسلامی رو نشون بدید. آقای آرام بفرمایید شما داستانتون با این کنگره و با این کنفرانس چگونه بود؟ آرمان اولا که اولین انتقادی که ما داشتیم و به دوستانم در نشست یک ماه قبل از نشست ما گفتیم اینکه باید گروهی دعوت بکنن، نه اینکه بیان فردی دعوت بکنن. اینکه همین مشکلی که الان شما گفتید، یعنی طرف میاد هم از گروه استفاده میکنه هم از مسئله شخصی خود استفاده میکنه. مسئله دوم اینه که ما اولین گروهی بودیم یا اولین افرادی بودیم که طرح براندازی یا مانیفست براندازی و گذار جمهوری اسلامی رو فرستادیم بعد از اون بیانیه اولی که این نشست منتشر کرد و به ما قول داده شد که 20 دقیقه فرصت دارید که طرحتون رو ارائه بدید، 20 دقیقه فرصت دارید که پرسش و پاسخ حتی در پنل نشست هم شرکت کنید که از طریق پرسش و اینترنت و این حرفا. و 3 روز قبل از این که نشست برگزار بشه به ما گفتن که شما نمیتونید که 10 تا 12 تا طرح اومده، ما 6 تا طرح بیشتر نمیتونید معرفی کنید، طرح شما مکانیزم عملی نداره و ما نمیتونید طرح عنوان بکنیم اونجا و شما اونایی که 5 دقیقه تا 10 دقیقه بیشتر وقت نخواهید داشت. ما گفتیم شرکت نخواهیم کرد. به مردم میگیم که شما شورای نگهبان داشتید و قرار کردید این حرفا. بعد گفتن خب باشه ما صحبت میکنیم تو جلسه ما عنوان میکنیم و بعد گفتن 20 دقیقه به شما وقت میدیم، 15 دقیقه طرحتون رو اعلام بکنیم، 5 دقیقه پرسش و پاسخ باشه. 1 روز قبل از نشست به ما گفتن که کلمه براندازی اصلی نشست اصلی طرحتون باید بردارید به خاطر اینکه اختلافات پیش میاد و بهتره که این نباشه، براندازی داره نمیدونم بار داره فلان داره اینجور صحبته. ما این طرح ما اگه میخواید طرحمون رو عنوان بکنیم ما جمله براندازی کلمه براندازی در روز حضور داشته وگرنه ما شرکت نمیکنیم که بعد گفتم باشه حالا بیا ببینیم چی بشه. 5 دقیقه انتقال پرسش و پاسخ بود به ما نداره، همین 15 دقیقه سر 15 دقیقه قطع کردن و ما بعد صدای آمریکا و BBC گزارش میده صحبتی از طرح ما نمیکنه
البته دم خروج پیدا میشه، چرا که وقتی BBC به دارش تهیه میکنه آقای آرش غفوری میگه که من اگر میدونستم طرح براندازی وجود داره شرکت نمیکردم، یعنی طرح براندازی وجود داره چرا BBC نمیسی. یا صدای آمریکا که باز ما رو سانسور میکنه، یه صحبت دکتر محمود ایرانخانی که از پشتیبانه طرح ما بودن و یه قسمتی از طرح صحبت کردن پخش میکنه، باز دم خروج پیدا میشه و همینجور در برنامه افق که دوستان صحبت کردن. حرف ما اینه چرا ما که خود چجور از ما جوانها میگن نداها و سهراها وقتی مرده میشیم اسطوره برای شما اپوزیسیون، ولی بعد میگیم ما جوانها رو میخوایم بیاییم توی صحنه چرا ما رو سانسور میکنیم؟ چرا عزیزم یه لحظه اجازه بده. شما چند وقت از ایران خارج شدید؟ من حدود 6 ماه. 6 ماه، یعنی تازه ترین اطلاعات رو از داخل ایران میتونستید داشته باشید. آقای 4 دانشگاه از طرح ما پشتیبانی کردن، دانشگاه اصفهان، دانشگاه قم و 2 دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران و خود دانشگاه تهران. حتی در سایت خودنویسیم بیانیه پخش شد در سایت بالاترین 5000 نفر قبل از اینکه ما طرح شروع بکنیم طرح ما رو دیده بودن و هیچ کس نقطه منفی توش نگاه نکرد، هیچ انتقادی همه طرح قبول کرده بودن تا اون زیادی. چرا باید سانسور میشه؟ چون واژه براندازی توش بود. خیلی ممنونم از شما. مطلب دیگری داری شما؟ بله آقای بفرمایید. من چند تا مسئله دیگه اگه ممکنه اجازه بدید من بگم. آقای من 2 پرچم شیر خورشید نصب کردم، الان من پشت سرمه بابت این جور های که دستم گذاشتم، اما رفتم در نشستی که ادعا میکنه مخالف جمهوری اسلامی، اما نماد مخالفت به جمهوری اسلامی درش نمید و اگر من و آرش مهدوی از طریق ارگانه میرفتیم و اون پرچم میبردیم همون 15 دقیقه پرچم توی مجلس نمیرفت. و اینکه چرا باید یه عده‌ای 4-5 نفر بشینن و خودشون شورای نگهبان قرار دادن و بیان طرح مثل طرح اصلاح طلبی رو بیان عنوان کنه اصلاح طلبی که آقای آرش غفوری میگه من زیر پرچم ولایت فقیه میخوام برم. چجوری میشه بذار به دموکراسی با زیر پرچم ولایت فقیه؟ چجور شما بخونید اجازه بدید که ما سانسور بکنید در این آقا بیاد دیگه به عنوان مخالف با جمهوری اسلامی ولی بیاد بگه من ولایت فقیه و خامنه‌ای رو قبول دارم. و آقای کدیور که میگن اپوزیسیون هستن، آقای کدیور و امثال اینها اپوزیسیون دولت هستند، ما اپوزیسیون حکومت هستیم و ما باید اپوزیسیون حکومت که برانداز سرنگونی کردن اونو تشکیل بدیم به نظر من در حال حاضر. و این به هیئت برگزارنده واقعا من نمیدونم باید جوابگو باشن که چرا اینگونه رفتار کردن. چجوری این آقا میاد به راحتی میگه من خامنه‌ای و ولایت فقیه قبول دارم و میگن همه توی صدای آمریکا دارن میگن طرحی که از داخل کشور اومده بود اصلاح طلبی بود، ما رو از داخل کشور اومد انتهای رهایی ناصر رفته داخل کشور بودن، چرا باید اجازه بدن؟ اصلا اینه چرا باید این عده به خودشون اجازه بدن سانسور کنن؟ برای میگن ما همه چیز رو روی کارمون بازمون این حرفا و الان هم که میدونم گفتن 6 تا حالا تعرض شدن 7 تا من نمیدونم. متاسفم از این روی کردی که ملاحظه کردید. ممنونم ازت، خیلی ازت متشکرم، سپاسگزار از شما. بفهمید این گروه تنها کسی که باشون در تماس بود من بودم. بله. نهایت من سوالم اینه آیا این گروه طرحش رو ارائه داد؟ بله. آیا این طرح بدون سانسور همون جور پاورپوینتی رو که فرستاده بودن پخش شد؟ بله. آیا این طرح جزئی که از طرح‌ها به عنوان همون کلمه براندازی که می‌خواستن مطرح کردن؟ بله. آیا اینها وقت به جای 20 دقیقه 15 دقیقه گرفتن؟ بله. حالا داستان اینه که ما یک فراخوان داده بودیم که گرفته بودن مردم از جمله ایشون. فراخوان میگه که هر کسی هر طرحی برای گذار به دموکراسی داره بفرسته. من شخصا با این گروه میت کردم روی اسکایپ ان اوو، ساعتها وقت گذاشتم که بگم دادن خواسته ها به عنوان طرح نیست. اگر کسی براندازی میخواد، اگر کسی انحلال میخواد، اگر کسی اصلاحات میخواد، بایستی به طور پروژه‌ای بیاد بگه از این نقطه به این نقطه رسیدن درسته و این راهشه و بعد مکانیزم کار رو نشون بده. یعنی بیاد بگه ما با این مکانیزم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک تفاوتی هست. سوالیشون مثلا کنه که بسیار کلیدیه، چرا در جایی که مثلا گذار به دموکراسی هست اصلاح طلبانی مثل آقای آرش غفوری بایستی باشه؟
من درسته؟ من به اشتباه یک دفعه گفتم آرش نراقی، معذرت میخوام آرش جان، آرش غفوری هستم. من باور دارم حرفی رو که جان استوارت میل میزنه. جان استوارت میل در کتاب آزادیش میگه که حق بیان و اظهار اون، یعنی در حقیقت حق فکر و حق بیان فقط حق بیان نیست، اظهار افکار اشخاصه. هیچ طرحی، ایشون میگن هیچ طرحی 100% ممکنه درست نباشه، هیچ 100% هم غلط نیست، ولی آزادی بیان و نشست این اجازه رو میده که در مقابل طرح‌های درست و نادرست موقعی معلوم میشه و متبلور میشه که در کنار هم قرار بگیرن. بنابراین آقای آرش غفوری به عنوان یک جوانی که معتقد به این نظام اومد طرحش داد، در مقابل این گزینه هست که شما میتونین نشون بدین که آلترناتیو و گزینه دیگری به عنوان مثلا لیبرال دموکراسی یا سوشال دموکراسی یا مکانیزمی که بنویس در خارج کشور چیست. در مورد پرچم در مورد پرچم ببینید اینجا یک کنفرانس پروژه‌ایه. ما گفتیم بیان این پروژه رو ارائه بدیم، صحبت کنیم و ببینیم به یه نتیجه میرسیم یا نه. من لازم نیست پرچم تو دستم باشه تا اعتقادم رو به اون میهم و دوستانی که در ایران پرچم ضرورتش چیه؟ اجازه بدید، من نگفتم ضرورت داره یا نداره. تو یک کنفرانس شما تو آکادمیا پروژه می‌دارین کال فور پیپر، یعنی که میگین آقا هر کی پیپر داره بفرسته. پرچم آمریکا رو نمیذارین رو میز، ما داریم بحث میکنیم. ما داریم شما میخواین اعتقادات مردم رو با داشتن چند تا پرچم سوال میکنم ازتون، شما در دانشگاهی که تدریس میکنید تو کلاساش پرچم نیست؟ اصلا پرچم اصلا نه، تو کلاس نیست. پروژه وقتی ما میذاریم مثلا راجع به یک کال فور پیپر هست، پیپر میاد توی کنفرانس های یه گروهی که تحت عنوان اپوزان علیه حکومتی میان جلسه تشکیل میدن که پروژه رو بررسی بکنه، این نیاز به پرچم نداره. اصلا ببینید شما ببینید ایشون میگن همونجور که دیدید ملاحظات هیچ وقت معذرت میخوام، هیچ وقت این موضوع مطرح شده اصلا از اول من دو چیز دیگه مطرح میکنم. ببینید هدف کنفرانس واشنگتن این بود که خودش رو تمایز بده از کنفرانس های دیگه. 3 کار بود که ما انجام دادیم. پرچم حذف کردیم؟ نه اصلاح طلب شهرام جان بفهمید. بدون من عرض کردم من به این معتقدم که در آزادی فقط شما میتونین متبلور کنین حقایقی رو که در کنار هم ممکنه قرار بدید. آزادی بیان و آزادی نشست و آزادی گردهمایی. اجازه بدین آقای غفوری و براندازانی که از ترکیه به قول شما 6 ماه، چه کسی این کنفرانس اجازه داده و قبول کرده که آرمان بیاد این طرح بده؟ راجع به طرح ایشون من بگم، من مخالفتی که داشتم این بود که گفتم خدمتتون، من دوستانه چون با این آقایون من قبلا کار نیست، من گفتم طرح نمودار داره، چاپ داره که ما اون رو پخش کردیم، ایشون استفاده کردن. گفتم سوال جواب رو به خاطر مثلا اینترنتی یکی از خبرنگاران بود از لندن یا جای دیگه، ایشون ملی مطلبی بودن، صحبتشون خیلی بلند مدت شد و ما ایشون رو قطع کردیم، نه که سانسور کنیم. وقت یعنی حوصله این کنفرانس از این به در بود، اما مسئله سانسور نیست، ایشون پخش شدن و همه دنیا دیدن. بنابراین این بحث نیست. اگر میگن چرا BBC و صدای آمریکا پخش میکنه بازتاب میده، این سوال رو بایستی از اونا کرد. در ضمن شاید ما فکر می‌کنیم مهم بود، ولی من یه مسئله دارم. باز صحبتتون عرض کردم، شما در تمام انتقاداتی که امروز من کردین یا از کنفرانس کردین، از کنفرانس کردین، به من بگین با چه طرحی از کدوم طرح‌ها رو بررسی کردید. اجازه بدید میرسیم، ما هنوز خیلی وقت داریم خدمتتون. آقای بفرمایید، آقایونی که شرکت می‌کردن در این کنفرانس می‌دونستن که آقایون اصلاح طلب‌ها و آقایون براندازها شرکت خواهند کرد؟ شما وقتی که اسم خانم فاطمه حقیقت‌جو و آقای محمد تحوری رو زیر دعوت کنندگان می‌بینید، به عنوان اصلاح طلب، نه ببینید ما عنوان نداشتیم. یعنی شما وقتی اسم بنده و به همین که گفتم جواب سوال اولتونه که وقتی آرام اسلامی و فرخ زنی که سخنگو و رئیس مسئول اتاق فکر شبکه سکولارهای سبز هست اسمشون اونجا، شما نمیتونید دیگه به من برچسب بزنین چون ما موضوع مشخصه. خود موضوع شغل شما چی بقیه؟ بله موضوع من موضوع شبکه رو اعلام کردم. برانداز شما شبکه رو پیش کشیدید، قرار نباشه. من ببین قرار شد هر کسی طرح میده بگه این طرح شخصی یا طرح گروهشونه. من رو طرح صحبت نمی‌کنم. من دارم عرض می‌کنم
کمیته برگزاری آیا به اعضای دعوت شونده جوری تفهیم کرده بود که فضای این کنفرانس چگونه خواهد بود؟ بله، اسم و طرح. ببینید اگر فراخوان اسم شما چی بود؟ اسم شما چی بود؟ مهرداد مشایخی، خب امیرحسین گنجبخش، مهرداد متاسفانه فوت کرد، آقای مهران براتی، محمد تحوری، فاطمه حقیقت‌جو، محمد توحیدی که خودشون نبودن کنفرانس. ایشون نه ولی آقای فاضل علمداری نبودن. ایشون مشکل داشتن به خاطر مسائل شخصی بود. شوهر ایشون اوورنایت آقای کاظم علمداری تشریف آوردن، روز دوم کنفرانس رو برگزار کردن. خیلی ممنون کاظم جان، نیاری جان، انجام دادید، اجازه بدید. دو نفر آخر من یادم رفت بگم، آرام اسلامی و دکتر فرخ زندی. بنابراین بخشی از این برانداز بودن دیگه. 6 یا 7 طرح ارائه. نه من راجع طرح نمیگم. نه براندازی رو من دارم میگم. نه میخوام براندازی به خاطر بدیه. به خاطر که شما نه اجازه بدید بهتون بگم، شما مثل اصلاح طلب و برانداز این لغات رو همینجوری استفاده میکنین بدون که به محتوای طرح توجه کنید. مثلا شما انتخابات آزاد میگه آقا ما خواهان یه چیزیم، ما میخوایم انتخابات آزاد در این مرزی رو انجام بدیم. خوب گوش کنید. و باورمون بر این که این انتخابات باعثی به استانداردهای بین المللی تبدیل پیدا کنه و ما این هست که یک شرایطی وجود داره انتخابات آزاد. مثلا زندانیان سیاسی باعث آزاد، زندانیان عدالتی باید آزاد بشن، مثلا آزادی بیان باشه، آزادی مطبوعات باشه، مثلا ناظرین باشن. خب طرح اینها مشخصه. حالا آیا این طرح براندازی هست؟ من دارم اینو میگم. آقا شما چرا کلمات بازی؟ خب هست نیست. نه شما من پرسیدم براندازه ایشون آرامدازه، بنابراین پس مطرح شد زنده باد. هست نه ممکنه باشه. آقا خانم روشن آقای غفوری رو نشون بدید، چون آقای غفوری معتقده که اصلا نمی‌دونه این کنفرانس چگونه خواهد بود. خب این مشکل ایشونه. ربطی به کنفرانس داره. آدمی که حتی از اسامیاتون تشخیص بده شما چه ملاکی دعوتش کردید؟ ما دعوت نکردیم. ما ببینید گفتم ما طرح‌های متفاوتی قرار بود مطرح بشه. ایشون هم طرح فرستادن. آزادی و من چون اعتقاد دارم همونجوری که آرمان و بچهای لندن و ترکیه رو من باز شدم بیارن. چرا؟ چون ما فراخوان عمومی دادیم، گفتیم هر کسی هر کار داره بفرسته. من ایشون حق آقای آرش غفوری محفوظه که بتونه طرح بده. تمام. اصلا من کار ندارم. ایشون اصلاح طلب برانداز، حق ایشون هست بیاد طرح بده. پخشش کنید لطفاً. نمیدونستم واقعا این کنفرانسی که قرار براندازانه، یعنی مثلا عنوان براندازی توش باشه. طبیعی بود و حتما مگه میدونستم به هیچ وجه از اول شرکت نمی‌کردم. ولی یه نکته خوب داشت برای من که تحمل کردن منو، با اینکه من کاملا ضد صحبتاشون بودم. از محمد تحوری، یکی از اعضای کمیته برنامه‌ریزی این نشست، پرسیدم آیا نشست به اهداف خود رسیده است؟ بحث‌ها کماکان نیروی سیاسی تو این کنفرانس هم نشون دادن که بیشتر دوست دارن هنوز رو مباحث تئوریک و گفتمان گذار. آقای آرمان بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود بر شما آقای همایون. الان دکتر محمود مرادخانی و آرش مددی روی خط هستن. دکتر مرادخانی بفرمایید. ما صداشون نداریم. بلند صحبت کنید. دکتر مرادخانی تو خیلی ضعیفه. نمیشنویم. نه عزیزم، نه نمیشنویم. آرش شما نمیتونید صحبت کنید؟ بفرمید خودشون شماره رو بگیرن. مرسی عزیزم. بله. من صحبتاش فکر کنم من نشدم، ولی میدونم چه راجع به چی صحبت می‌کنید. بله. ایشون گفتن من اطلاع نداشتم، اگر اطلاع داشتم شرکت نمی‌کردم. خب ببینید این یکی از دستاورد این کنفرانسه. این دستاورد این کنفرانس 3 تا چیز مشخص بوده. بله. یکی که شما برانداز، من لغت خودتون استفاده می‌کنم یا اونا که طرح دادن، برانداز و اصلاح طلب، ایشون بیشتر از اصلاح طلبن. ایشون اعتقاد دارن به جمهوری اسلامی، ولی آزادی بیان حکم میکنه که در یک کنفرانسی که پروژه خواسته ما کسی رو خاموش نکنیم، بذاریم حرفشون رو بزنن. اما اگر طرح هم دارن موقعی مشخص میشه که در مقابل طرح‌های دیگه مردم گزینه بدیم. اینه. حالا دستاورد اینجا چیه؟ که اولا ما طرح‌های عملی و پروژه‌های عملی رو بازرسی کردیم و مطرح کردیم و امیدواریم به این هم‌ها خاتمه بده.
بازم من میگم کسی اگر طرحی داره خواهش میکنم توی رسانه‌ها بیان بگیم طرح، ببین این کافی نیست. این کافی نیست که شما هر روز توی تلویزیون بگین جمهوری اسلامی بده. من یه چیزی میگم بهتون، ببین 7-8 گزینه پیش ماست در خارج از کشور. ما میتونیم با مردمی که در ایران هستن هم دردی کنیم، سیمپاتی داشته باشیم. ما میتونیم باشون هم فکری داشته باشیم، به طرحهای ما رو هم بفرستن ما نگاه کنیم. میتونیم همکاری کنیم، میتونیم یک گفتمان سازی را بنازیم که یک گفتمانی در تقابل با گفتمان ایدئولوژی اسلامی ارائه بدیم و نهایتاً اون که من فکر میکنم وظیفه اپوزیسیون خارج از کشور این هست، من شخصاً این از افراد نیست، من هست دارم میگم این هست که بتونیم انسجامی به کار بدیم که یک آلترناتیو ها اسمش رادیواکتیو به خود جمهوری اسلامی گفتگو بکنیم، مثلا خیر گزینه‌هایی به مردم در خارج از کشور، چون ما نمیتونیم این کار در ایران انجام بدیم. عزیزم این کار اجازه بدید. ما پس با این چیز شما چرا نمی‌ریم با خود جمهوری اسلامی چیزی دادن؟ همین چیزی که می‌فرمایید که آقای غفوری از اصلاح طلب و منطرف‌تر معتقد به نظام و طرح بودی و طرح ما مطرح کرد. بله شما موقعی میتونید این طرح رو به مردم حق انتخاب بدید که این گزینه‌ها مطرح بشه. مطرح شد ولی مردم الان میدونن طرح ما چیست. شما طرح رو ببینید، این کافی نیست که شما ببینید ما براندازی از این شروع کنید. خواهش کنم در 30 ثانیه بفهمید. الو بفرمایید. حتی خدمتون لطفا به آقای رسامی بفرمایید که ما رفراندوم آزاد میخوایم. الو. بله ممنونم. الو بفرمایید خواهش میکنم. آقای همایون درود بر شما، هنربخش هستم از لندن خدمتتون عرض می‌کنم. درود بر شما آقای هنربخش عزیز. آقای همایون منم یک مبارز سیاسی هستم در انگلستان. درود هستم به آقای دکتر حسامی اونجا. ببینید مسئله‌ای که هست اینه که واقعا به ماها بر میخوره، ماهایی که 33 سال داریم مبارزه میکنیم که دوستان و هموطنان ما میان میگن که ما باید از این اشخاص استفاده بکنیم چون اونا میدونن مثلا در ایران چه خبره. کی ما میخوایم بفهمیم که نسلی که میاد تو خیابون روز عاشورا 25 بهمن پرچم بعد از 500 سال در ایران پرچم سبز امام حسین رو میسوزونه و شعارهای ساختار شکن میده، این نسل آریایی ناسیونالیسته. ما اصلا دنبال برنامه ملی مذهبی نیستیم. خدا بیامرزه آقای مهداد مشایخی رو، با اونجایی که من یادم میاد ایشون خاتمیچی بودن، چپه ملی اکی تا حالا برانداز شده که نمادش بخواد حالا بیاد برای ما بنیاد درست بکنه، یا نهضت آزادی یا اکثریتی. آقای گنجبخش خودشون در وایس آف امریکا گفتن ما برانداز نیستیم. سازمان اتحادیه جمهوری خواهان که پشتبانیش و زیربناش از اکثریتی و توده‌ایه. معذرت میخوام آقای هنربخش بفرمایید، معذرت میخوام یه وضع اجازه بدید این رو دوباره بفرمایید. آقای گنجبخش فرمودن چی؟ آقای گنجبخش در وایس آف امریکا داشتن مصاحبه میکردن، وایس آف امریکا داشت مصاحبه میکرد خود آقای باطبی در کنفرانس، بعد با آقای گنجبخش صحبت کردن. آقای گنجبخش وسط راهرو هم وایساده بود، گفت ما برانداز نیستیم، ما اومدیم در رابطه با تحولات، اقتصاد، تورم، بیکاری، زندگی مردم خوب کردن اینجا صحبت. یعنی این لازم هم هست، آرشیوش هم هست، ما تلفن منم دارید، اگر من اشتباه میکنم زنگ بزنید. ممنونم. عذرخواهی میکنم از آقای گنجبخش. خیلی ازتون ممنون. جناب حسامی، این آقای گنجبخش که گفتم و همون آقایی است که تو منزلشون با شاهزاده رضا پهلوی جلسات برقرار میشد در این شورا. جلسات برقرار نمیشد، ما دعوت شام بودیم. خب صحبت به این وقتی ما دور هم جمع میشیم راجع به صحبت میکنیم. من میگم هم گنجبخش. بله من حسین گنجبخش. عرض بر شما بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. شما بخیر آقای همایون. در خدمتتونم. چه تا بگیرم؟ من یه سوال داشتم از ایشون. شما پرچم ایران در این کنفرانس نگذاشتید، چرا پرچم ایران رو سینه خودتون نمیذارید؟ آیا ما ایرانی هستیم؟ آیا طرفدار جمهوری اسلامی هستید؟ پرچم جمهوری اسلامی بذارید. اگر طرفدار ایران هستید، طرفدار ملت هستید، پرچم نذاشتید تو کنفرانستون. درست، چرا پرچم رو سینه خودتون نذاشتید؟ ممنونم ازم، چون خیلی متشکرم. خود من حالا تو این زمینه مطلبی دارم عرض میکنم. علی بفرمایید خواهش میکنم. علی جان بفرمایید خواهش میکنم.
آرش مهدوی هستم. فکر می‌کنم الان صدا بهتر بود. صدای من میاد از شما؟ آره آقای مهدوی بفرمایید، خواهش میکنم. شهر دو من اینجا دکتر محمود مرادخانی هم دارم که یکی از شرکت کنندگان اون به هر حال نشست واشنگتن بودن. من همینطور دکتر مرادخانی و آرمان با هم شرکت کردیم. اگر اجازه بدین دکتر مرادخانی هم یه توضیحاتی بدن که این مقدار روشن‌تر بشه. فقط سریع خواهش من بفهمید. محمود جان بفرمایید. با درود به شما آقای همایون و به دوستان آقای حسامی، خوشحالم که وسیله مایل شد با شما چند کلمه صحبت کنم. صحبت‌های دوستمون رو الان شنیدم. من می‌خواستم دو تا نکته رو اشاره بکنم. نکته اول این که به هر صورت ما بعد از 33 سال این همه زجر و درد و این همه خون واقعا کار نادرست و ناصحیحه که بخوایم دوباره بلندگو رو بدیم به دست افرادی که خب به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مجرم بودن. بعد از 33 سال خب همه به این باوریم که جمهوری اسلامی برازنده مردم ایران و کشور ایران نیست. در این نکته دوم خیلی سریع بگم، آقای اسلامی چند مرتبه گفتن در این جلسه پروژه بود و طرح بود. من راستش هیچ کدوم از پروژه هایی که از طرف دیگران ارائه شده به صورت طرح عملی برای اپوزیسیون و برای گذار از جمهوری اسلامی و یا برای رسیدن به دموکراسی مفید ندیدم. مخصوصا قضیه انتخابات آزاد که نشان از مقدار زیادی ضعف سیاسی افرادی که این را ارائه میدن هستش. انتخابات آزاد به تنهایی کافی نیست. انتخابات باید هم آزاد باشه و هم آگاه و ما خیلی خوب میدونیم که تا موقعی که جمهوری اسلامی باشه به هیچ وجه انتخابات آگاه ما نخواهیم داشت. در این مورد به نظر من هر حرکتی انجام بشه آب در هاون کوبیدنه و بعد از 33 سال خون دادن و بعد از 33 سال درد و رنج ما بنزی کافی تجربه داریم و قدرت داریم و مردم با ما هستن. افرادی که هنوز دم از رژیم میزنن و یا دم از ابتدای انقلاب میزنن نمیتونن طرفداری مردم رو جذب کنن و ما دیدیم در همین 3 سال اخیر وقتی که اون خشم اول خوابید این اصلاح طلبان نتونستن دوباره مردم رو به خیابان بیارن و این کاملا نشون میده که به هیچ وجه مردم به اینها اعتماد ندارن و همون موقع وقتی که به اسم انتخابات به اسم تقلب انتخابات آمدن بیرون برای موسوی کروبی نبود، برای براندازی رژیم بود و این یک اصل بسیار مهمیه و حیفی که ما آینده سیاسی خودمون و نیروی سیاسی خودمون رو به هدر بدیم. ممنون. خواستم این مسئله رو اضافه کنم که به ما اگر گفته بودن که اونجا طرحی از طرف اصلاح طلبان اسم آقای آرش قفوری هست ما به هیچ وجه شرکت نمی‌کردیم. تا روز آخر هم حتی به ما نگفتن که افراد اونجا هستن و باز هم نمی‌دیم اگر همه نیروهای اپوزیسیون بودن ایرادی نداشت یک گروه مثلا به عنوان اصلاح طلب بودن ولی نبودن. در هر حال ما این رو خیلی مشخص اعلام کردیم، باز هم میگیم البته چه خوب شد که ما رفتیم اگر نبودیم به این صورت انجام نمی‌شد و ما نمی‌تونستیم حقیقت رو همینان بگیم. در حال ملت ایران باید بدونن و بفهمن چه اتفاقهایی میفته. اگر واقعا صحبت از شفافیت باید